روز 25 مای در نوحه روشقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان دو نفر، یک مرد برکمال در سن 65 و یک طفل 4 ساله در آب غرق شدند. بنا به اطلاع کمیته اولویت فوق‌العاده، یک مرد 65 ساله صاحب 7 فرزند از دهه زنینس جماعت دهات به نام میرسید میرشکر نوحه روشقلعه صبح بر وقت 25 مای تخمینا ساعت 04:00 از خانه برآمده بیدرک شده است. بعد جستجوهای زیاد معلوم گشته است که نامبرده به کدام سبب نامعلوم خود را در آب دریای شاهدره غرق کرده است. اهالی دهه جسد مرحوم را پیدا و از آب بیرون آوردند و به صاحبانش سپاریدند. خبر میدهد کمیته اولویت فوق‌العاده. همین طور بیگاه 25 مای ساعت 18:30 یک طفل 4 ساله از دهه نوآباد جماعت سیشت که در بیرون از خانه تنها بازی میکرد به جویبار نزد خانه‌اش افتیده جان باخته است. از اول سال 2021 در کل دریاهای تاجیکستان الکی نزدیک 40 نفر غرق شدند. تقریبا نصف غرق شدگان نابالغان، اکثرا کودکان خردسال می باشند.